امروز پنجشنبه 20 سپتامبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. من شالگل خواجه تا 15 دقیقه همراهتان خواهم بود. موضوعی که در این مدت اطرافشون صحبت میکنیم: کشتار بیرحمانه طفل 3 ساله. مقامات انتظامی ناحیه عبدالرحمن جامی در این جنایت بیبی کودک را متهم می‌دانند. بهروز جان اشورف هنوز 12 سپتامبر امسال غیب زده بود، اما والدانش او را در کانال و جایهای ناحیه یاوان جستجو می‌کردند. 3 سال برای 3 طلاق. حکومت در هندوستان استفاده این عباره را به عمل جنایی برابر کرد. بعضی مسلمانان از این اقدام راضی نیستند. در اسلام ازدواج پیمان شهروندی به حساب می رود. اگر شما آن را با جنایت برابر کنید غیر قابل قبول می شود. پول دادند اما دردسر خریدند. شرکت‌های ساختمانی برای 10 عائله در دوشنبه خانه‌هایی را فروختند که در اصل همچون بینای معمولی ثبت شده است. یعنی این خانه‌های شخصی نیستند. در هر وقت دلخواه آنها می‌توانند این اداره‌ها را بگیرند و ما به هیچ چیز می‌مانیم. و شروع میکنم از اون که امروز استانهای کلی دولت‌های همسود و سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه جمع آمدند. پروکورورهای گنرالی ضمن جلسه‌ها مسئله مبارزه مشترک بر ضد جنایتکاری، تهدیدهای تروریسم و مشکلات امنیتی را بررسی دارند. از موضوعهای دیگری مورد بحث گردش غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه، تقویت سرحد تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با جنایتکاری کیبرنتیکی است. جزئیات بیشتر نشست‌ها را می‌توانید در جریان روز از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. در همین حال دادستانی ناحیه جامی به تحقیق کشتار بیرحمانه پسر بچه 3 ساله شروع کرد. با عنوان گمانبر اصلی در این جنایت یکی از نزدیکان کودک بازداشت شده است. گمانبر را فعلا در بازداشتگاه شهری بختر نگاه می‌دارند. مولا رجب یوسفی درباره این حادثه کم سابقه و گوش‌نشینی برای جامعه تاجیکستان تفصیلات می‌دهد. مقامات امور داخلی تاجیکستان یک زن 58 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی را دستگیر کردند که به قتل بیرحمانه نبیره 3 سالش متهم می شود. به قول مقامات این زن نبیرش را زنده به زنده تگلو کرده به هلاکت رسانده است. بهروز جان اشورف هنوز 12 سپتامبر امسال غیب زده بود، اما والدانش او را در کانال و جایهای ناحیه یاوان جستجو می‌کردند، چون هاجر اشورف به آنها گفته بود که نبیرش در ناحیه یاوان غرق شده است. ولی تصادفاً بگاه روز 18 سپتامبر یکی از چوپانان که از محله سیرراهه جماعت افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی گذر می‌کرد جسد یک طفل را دید و در حال به پلیس خبر داد. دولتمند صمدوف معاون رئیس جماعت افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی در شرح این حادثه به رادیو آزادی گفت: مردم جمع شدگی اوچی هم گذردگی هم حق همیجا آمدگی برو واردن تو بچه آمده برو واردن خیلی ما حکومت شتاب رفتیم که اومدگی خیلی خطر معین کردن وطاش گفت از بوسش همه خیلی در پناستان تیز دورت همش نخل کردن در خطر همی بودن. پدر بهروز جان در نهایت جسد پسرش را شناخت و مقامات بیبی بهروز جان یعنی هاجرای اشورف را بازداشت کردند. هاجرای اشورف فعلا بازداشت شده. به گفته مقامات در بازپرسی‌های اول به گناه خود اقرار شده است، اما فعلا معلوم نیست که او چرا دست به این عمل وحشیانه زده است. بعضی مقامات تخمین می‌زنند که او گرفتار بیماری روحی است، ولی این اطلاع حالا دقیق نشده است. هاجرای اشورف فعلا در بازداشت بوده، علیهش پرونده جنایتی باز شده است. گزارش مولا رجب یوسفی و براد یوسفی بود. درباره این کشتار بیرحمانه هر لحظه اطلاع نو پیدا می شود. همکاران ما در ولایت ختلان کوشش دارند با پدر بهروز 3 ساله صحبت کنند. برای پیدا کردن معلومات بیشتر خبر و گزارش‌های ما را پیگیری کنید. اما من رو میارم به خبرهای دیگر. حکومت هندوستان تشبث اجرایش لغو قانون 3 طلاق در این کشور را به دست خود گرفت. این هم در حالی است که وکیلان مردمی چند ماه به این طرف برای جنایت محسوب شدن استفاده عباره 3 طلاق با هم زبان نیافتند. نظر زنان مسلمان هندوستان هم درباره از بین بردن قانون طلاق یک رنگ نیست. کیومر سیاتا گزارش می‌دهد. روز 19 سپتامبر حکومت هندوستان امر صادر نمود و 3 طلاق اسلامی را به عمل جنایی برابر کرد. بر پایه این حکم مسئولان 3 طلاق تا 3 سال از آزادی محروم می شوند.
ماه اوگوست سال 2017 دادگاه عالی هندوستان اعلام کرد که 3 طلاق حقوق کنستیتوسیونی زنان را پایمال میکند. امر بعد از آن صادر شد که 3 کوشش حکومت برای منع 3 طلاق از طرف وکیلان مردمی این کشور و به ویژه در پلات بالای پارلمان دستگیری کافی پیدا نکرد. صرف نظر از حکم دادگاه عالی 3 طلاق تصویب نشد. پلاتای پایانی پارلمان این سند را تصویب کرد، ولی پلاتای بالایی آن هنوز هم این تشبث را ارزیابی دارد. شمار از جنبش‌های مسلمانان هندوستان از این اقدام حکومت ناراحت می‌باشند. اسلام میں شادی ایک سیول کانٹریکٹ ہے. در اسلام ازدواج پیمان شهروندی به حساب می رود. اگر شما آن را با جنایت برابر کنید غیر قابل قبول می شود. اما فرجانه بیگم که چند پیش توسط 3 طلاق از عائله محروم شده است، منع این عمل اسلامی را دستگیری می کند. خیلی خوب است که این سند در حالت تصدیق شوی است، ولی ما درباره اقدام‌های حکومت اطلاع نداریم. آیا حکومت به ما کمک می‌رساند و یا جبران پیشنهاد می‌کند؟ اگر حکومت مخالفت ما را به نظر گرفته ما را دستگیری کند، ما از قبول این سند قدردانی می‌کنیم. بعد صدور امر حکومت تنها امضای پرزیدنت هندوستان برای مجازات 3 طلاق کفایت خواهد کرد. از میان 1 میلیارد و 300 میلیون اهالی هندوستان 14% مسلمان و 80% پیروی دین هندو هستند. ظاهرا حزب بهارت جنت سروزیر نریندرا مودی سعی دارد با این اقدام پشتیبانی زنان مسلمان از این گروه سیاسی را افزایش دهد. باز برمیگردیم به تاجیکستان. خانه خریدند اما در اصل اداره بوده است. دهها ساکنان چند بلند اوشونه در دوشنبه 7 سال می شود در بیناهای زندگی دارند که همچون اتاقهای اداری و خود آفیس ثبت شدند. حالا هیچ نهاد نمیخواهد ساختمانهای مذکور را همچون بینای استقامتی اعتراف کند. شهروندان فریب خورده نگرانند که در کوچه میمونند. گزارش را در همین باره همکارانمان از نستایش وریم تهیه کردند. شمس‌الدین این منزلی کنار دوشنبه را با نرخ خریده است که حالا منزل‌های مرکز پایتخت تاجیکستان همین قدر قیمت دارند. اما این خانه گران نه چون خانه استقامتی بلکه به عنوان اداره یا خود آفیس ثبت شده است. شرکت‌های ساختمانی به خاطر کم کردن خراجات بینای استقامتی را در محله صنعتی بنیاد نمودند. از روی سند شمس‌الدین با همسرش شهلات در اتاق معموری زندگی دارند. همه پرداخت‌ها، همه اندازها را ما همچون برای خانه استقامتی می‌سپاریدیم. هیچ یک از همسایه‌ها حتی فکر نمی‌کرد که این خانه‌ها چون اداره کار می‌کردند. حالا 45 عائله در 3 بینای 6 آشیانه عملاً نه در خانه استقامتی بلکه در اداره‌ها زندگی دارند. شرکت‌های ساختمانی وعده دادند که تدریجاً خانه‌های آنها را از نو ثبت نام می‌کنند، اما کار را انجام ندادند. ما با شرکت همه ساکنان مجلس گذراندیم. در این مجلس ساختمانچیان و حقوق شناسان حکومت نیز بودند. نمایندگان شرکت‌های ساختمانی گفتند که همه خراجات وابسته به ثبت دوباره این نام را بر عهده خود میگیرند، ولی وقتی کار تا به دادگاه کشید آنها دیگر به زنگ‌های ما جواب نمیدادند. در همین حال رازیبگی میگوید حالا گفتگوزارها هست که در جای بیناهای استقامتی آنها کارخانه نو بنیاد شده مسکونان را میکوچانند. در چنین حالت به آنها جبران پولی مطابق به اداره داده می شود. یعنی این خانه های شخصی نیستند. در هر وقت دلخواه آنها می توانند این اداره ها را بگیرند و ما به هیچ چیز میمانیم. ساکنان همراه با حقوق شناسان به شهرداری مراجعت نامه فرستادند. ماموریت شهر مراجعت آنها را به دادگاه ناحیوی ارسال کرده است، ولی در آنجا گفتند که این کار در صلاحیتشان نیست. مقامات ساختمانی هم در جواب گفتند این نقشه گنرالی شهر است و حق تغییر دادن آن را ندارند. آنها می‌خواهند که مقام این بیناها از معموری به استقامتی تبدیل شود. ما به حکومت کشور مراجعتنامه آماده می‌کنیم، زیرا تغییر مقام ساختمان‌ها در صلاحیت حکومت و شهردار دوشنبه است. حالا ساکنان طلب دارند که برای معین کردن مطابقت بنا به استقامت آنها کمیسیه مخصوص تشکیل کرده و تشخیص گذرانده شود.
آنها امیدوارند که نتیجه تشخیص برایشان جهت مراجعت به حکومت کشور کمک خواهد کرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. بیماری سرطان پایان زندگی نیست. در حالی که سالهای اخیر موردهای زیادی شفا یافتن بیماران از این مریضی در جهان تجربه شده است، در تاجیکستان پیوندان و پزشکان وجود این مریضی را از شخص بیمار پنهان می‌کنند. هرچند مصاحبان رادیو آزادی میگویند هر نفر به دانستن بیماریش حق دارد تا اینکه برای تبابتش کوشش کند و یا برعکس کارهای ناتمامش را انجام بدهد. سرانگیز نوروزشاه و شهلای عبدالله همین موضوع را دنبال کردند. مراد از مرکز سرطان شناسی جواب تشخیصش را انتظار است. عادتا در این حالتها برای گرفتن تشخیص اقربا می آیند. می ترسند خبرشون به بیمار برسد. مراد می گوید باید حقیقت حال را بداند تا زندگیش را سرشته کند. خش تورا جمع گیر میکردیم میگفتیم قسمتی زندگی ما هم بوده. فرزندان را مقصد خیلی نگاه بینکنیم مقصد. طبیبان تا اینجا گفتند بیماری او غدودی پروستاتا است. که همین کسل عمیق نکردن که همین خیلی هم فقط خنه گفتن میرم پروستاتیت فقط نه این تا دوامشان نگفتن نیکم نمی میفرم که عمیق همین بگن چی کسله من یگون خفگی یگون زیقی نیست مثلا گل دلزنی نیست مثلا همین تصدیق نه که مقصد همین کسلش خیلی مقصد داودان نکن مقصد نمی میفرم بگن ده مقصد من. در دیگر گوشه این مرکز ضمیره 50 ساله بیستری است. چون باری نخست به سرطان گرفتار بودنش را دانست ناامید شد و اشک ریخت. هم اکه هم در سرطان گفته اکم آمده بود قطم سرطان اخمی بودن گفت خیلی زدن شنیدم سرطانم گفته شنیدم خیلی زق شدم. دو فرزند خردسالش او را تکان دادند که برای زنده ماندن مبارزه برد. بچه 11 میخواندگم اول آورد کنم کلیم بگیرم من کلیم ندارم کلیم بگیرم دختر من بیتم همه قطع زندگی کنم بعد اینه هم اپراسه چند ساله که باشه نقشه هم گفته همجا بشپار گرفتم دست قلاق گوشم ده زدم منه. در تاجیکستان اکثرا بر اینند که اگر انسان سرطان بودنش را بداند امید را از دست می‌دهد. بعضا بیماران تا مرگ درباره خود واقعیت را نمی‌دانند، حرف‌های ناگفته می‌ماند و کارهای ناتمام. ساکنان به ما گفتند که چرا می‌خواستند بدانند دردشان دوا ندارد. برای که خیلی با آینده ممکن که من با بسیار نقشه‌ها داشتم برای فرزند خیلی فرزندا را مثال تربیت خوب کردن در کار راه نشون میدادم که خیلی بچه‌ها فرزندان خیلی من همین خیلی کسل مثال شما خیلی مشتون دستر تو بگیرید خیلی زندگی را پیش بری. بچه‌م قدید اخترام میگم که همین حال هم نگاهتون با خواهرش هم نگاهتون نگاه کنی بعد از سری من то, что своими руками заработал, хайр мекардам. Ки бо як дастовез ба уд меорам. Мешинам тоат ибодат то вақте ки худованд хуба армон тият мекунам насиҳати фарзандон мекунам ки мисол ватан обод кунанд. سلطنت امیرشاهی‌وا بعد پشت سر کردن سکته قلب میراثش را تقسیم کرد تا بعد از او جنجال نشود. پس از سر آنها فرزندان میتونن جنگ و جدال خوب بیاید برای خانه پدری برای خانه مادری بسیار واقعا شد از من در هوا دیدم. دخترچه خودم را گرفتم خانه دندان و گذراندم و دیگراش همه به شعبه تقسیم کردم. گفتم که این حیات یه چیزی است که امروز هستم پگان نیستم. طبیبان تاجیک اکثرا به بیماران معلوماتی پورا نمیدهند بخصوص وقتی که به درد بی‌دوا گرفتارند. حالا آنها هم میخواهند وضع تغییر یابد. با نظر داشت تجربه‌ای که سالهای زیاد در این ساحه داریم البته انسان زمانی که گرفتار این یا آن بیماری می شود و حقوق دارد که پورا با معلومات داخلدار دسترسی داشته باشد. فکر می کنم که جامعه ما تدریجاً باید به این حالت تیار شود. هر سال در تاجیکستان بیماران سرطان تا 3000 نفر می افزایند. و دادگاه شهر بغداد پایتخت عراق 9 زن تاجیک را به مهلت 20 سالی از آزادی محروم کرد. حکم زنها روز 19 سپتامبر صادر شد و نماینده رسمی تاجیکستان نیز در مرافعه حضور داشت. یک منبع در حکومت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که اکثر این زنها کودکان نابالغ دارند و فرزندانشان در یتیمخانه‌های بغداد نگهداری می‌شوند. با امید خبرهای خوب بیننده عزیز برنامه خبری امروز را انجام میدیم، اما تفصیلات موضوع روز را امکان دارید از وبسایت ما بخونید. صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی برای شماست و گزارش های جالب قابل توجه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته شده است. تا ملاقات فردا و خبرهای نو، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.